در ترکمنستان که انتقاد حکومت یک گناه سخت حساب می شود و مردم از گفتن واقعیت می ترسند، ظاهراً وضع تغییر کرده است. چند پیش تعدادی از ساکنان این کشور آشکارا در صحبت با رادیو آزادی از زندگی سخت و بی‌اعتنایی حکومت به وضع آنها شکایت کردند. یک از این زنان می گفت که شوهرش بعد جراحی بیمار و درمانده شده است و کسی به داد او و 3 کودک خردسالش نمی رسد. گروه دیگری از زنان می گفتند که حکومت ترکمنستان هنگام تقسیم زمین و خانه بی‌عدالتی می کند. این گونه تنقید آشکار در جامعه ترکمنستان غیر عادی است. حالا در این باره صحبت داریم با محمد طاهر، مدیر بخش ترکمنی رادیوی آزادی. و محمد طاهر، این ویدیوها نشان دهنده چی است؟ مردم ترکمنستان دیگر از زندگی سخت به تنگ آمدند یا حکومت اکنون تنقید را تحمل می کند؟ خب این دو شاخه داره. یکیش مردم از زندگی تنگ آمدن، بیکاری زیاد هست، مسائل سوسیال زیاد هست، مسائل خانه و این چیزها زیاد هست. یکی دیگرش هم از طرف حکومت هم کمی نرمش نشان داده میشه. او را طوری که خبرنگارای ما در ترکمنستان کار میکنن از اونها میفهمیم. پیش اگر اونا با من حرف میزدن در دقیقه دوم تلفنش کات میشد. امروزا اینطور نیست. امروزا اونا به پروگرام های ما لایف هم شرکت کرده میتونن. مثلا یکی حکومت نرمش نشان میده، دومش مردم هم فهمیدن که مسائل خودش را گفته میتونن. و سبب نشان دادن چنین نرمش چی میتواند باشد؟ در دور نیازوف، پرزیدنت قبلی ترکمنستان، یک اوضاع سیاسی بود که اگر یک حرف به علیه حکومت اگر میگفتین دستگیر میشدند. وقتی که بردمخمدوف به حکومت آمد، او خواست که به کشورهای دیگه ارتباط پیدا کنن، یک آبروی عزتمندانه برای حکومت خودش، برای خودش، به کشورش بیابد. با خاطر او روش های نیازوف را ماند، کمی نرمش نشان داد. این نرمش این نشان نمیده که مردم بیایند به کوچه ها تنظیم های خود را بسازند. و میتوان گفت که شاید به تدریج در ترکمنستان رسانه‌های مستقل اجازه کار بگیرند و حزب‌های سیاسی نو تأسیس شوند؟ فکر نمی کنم در این کار در سالهای نزدیک به عمل برسه. تشکر. محمد طاهر، رئیس بخش ترکمنی رادیوی آزادی.